بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. دوستان، حرز حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در کتاب مکارم الاخلاق با همراه با طلسمی که داره، انشاءالله دوستان این حرز شرایط نوشتنش در روز سعد باشه و یا روی پوست آهو نوشته بشه یا روی یک کاغذ کاهی ساخت دست مسلمان یا یک کاغذ ساخت دست مسلمان باشه. دوستان این بسیار حرزیه که هم قدرتش بالاست، هم امنیتش از لحاظ این که شخص داره یک کار رحمانی انجام میده. شرایطش چیه؟ یه دو رکعت نماز قضای حاجت بخونه همراه با وضو پاک و طاهر، در یک مکان پاک و طاهر بشینه و حدالامکان بتونه یک بخور خوبی مثل کندر روشن کنه و رو به قبله این حرز رو با یک قلم ساخت دست مسلمان، یا بهتر از نظر حقیر این که با یک گلاب و زعفران، حالا مشت بود نبودم زیاد به قول معروف سخت نگیرید، با یک گلاب و زعفران روی کاغذ پاکی بنویسید و همراه کنید. واقعا عجایب از این حرز میبینید دوستان، و این حرز بسیار بسیار حرز معتبری است و بسیار برای کسی که سحر شده و عرض کنم خدمت شما برای کسی که دچار مس جن هستش یا مشکلات عرض کنم خدمت شما متافیزیکی، میتونه بسیار بسیار کاربردی باشه و بسیار بسیار سریع الاجابه. و اگر حالا به قول معروف خواستید قدرتش خیلی زیادتر بشه و فکر کردید خودتون روحانیتتون پایینه، میتونید بر روی حرز 7 مرتبه سوره یاسین رو بخونید و تقدیم کنید اون سوره یاسین رو به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشاءالله ما رو از دعای خیر خودتون بی نصیب نذارید. حرز رو میارم جلوتر که دوستان ببینن. بسیار حرز دقیقی است، بسیار حرز قدرتمندی است برای کسی که دچار مشکلات متافیزیکی هستش. یا علی مدد. خدا نگهدار.